خیلی وقتا شما میایید با ویندوزتون کار بکنید ولی خب هنگ میکنه یا اینکه سرعت لازم رو نداره. خب باید چی کار بکنید تو این مواقع؟ یه چند تا راهکار ساده هستش که اگر انجام بدید سرعت سیستمتون چند برابر میشه. امروز میخوایم اون راهکارها رو به شما عزیزان یاد بدیم. درود خدمت شما دوستان گل. امروز میخوایم بریم یه ویدیوی جذاب رو ببینیم که امیدوارم به درد همتون خورده باشه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما کانال ما رو دنبال بکنید که از آموزش های بعدی اونجا نمونید. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. استاد اجازه فیلم های آموزشی کتاب های درسی پایه اول ابتدایی تا کنکور رو با اساتید مجرب و در محیطی استدیویی و حرفه‌ای ضبط کرده. اگه به دنبال یادگیری اصولی هستید میتونید به این دوره ها با کد تخفیفی که داخل کپشن قرار میدم دسترسی داشته باشید و همین حالا مسیر موفقیت تحصیلیتون رو آغاز کنید. خب اولین راهکار برای اینکه سرعت سیستمتون بره بالا اینه که بیایید داخل صفحه کلیدتون کلیدهای کنترل شیفت و اسکیپ رو بزنید. خب یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه. خب اینجا میایید تو تب در واقع این تب و استارتاپ رو انتخاب میکنید. تو این تب خب برنامه هایی که نمیخواید هنگام بوت شدن سیستمتون اجرا بشن رو دیزیبل میکنید. خب میدونید این برنامه ها و سرویس ها توی پس زمینتون به صورت خودکار دارن اجرا میشن. خب مثلا کمپایلت رو نمیخوام اجرا بشه. خب مثلا کمپایلت رو نمیخوام اجرا بشه میام دیزیبلش میکنم. حالا مثال یا این نرم افزار رو میام دیزیبلش میکنم یا اینکه هر کدوم که حالا خودتون ببینید دیگه. حالا سیستم شما با سیستم من فرق میکنه. خب چه میدونم اینو قبلا من دیزیبل کرده بودم، حالا اینجا میام دوباره میزنم و انتخابش میکنم. خب دومین راهکاری که وجود داره برای اینکه سرعت ویندوزتون بره بالا، ببینید سرویس هایی که شما نمیخواید توی پس زمینه فعالیت کنن خب باید برداشتشن. خب اینو باید چی کار بکنیم؟ کلید ویندوز آر رو روی صفحه کلیدتون میزنید. خب و این کادر براتون باز میشه، ران. میتونید توی اینجا هم سرچ بکنید ران، خب و اینتر، این کادر دوباره براتون میاد. فرقی نمیکنه چه کلید ویندوز آر رو بزنید چه اینکه اینجا بیایید ران رو سرچ بکنید. خب اینجا باید چی بنویسید؟ بنویسید ms config. درست شد. اوکی رو میزنم، اینتر رو میزنم، میام وارد این صفحه میشم. خب تو این صفحه میام تو کجا؟ میام منوی در واقع سرویسز رو انتخاب میکنم. اینجا دقت کنید، اینجا رو این تیک رو باید بزنید hide all Microsoft services. خب بعد از اینکه این در واقع تیک رو زدید، ببینید سرویس هایی که نمیخواید تو پس زمینتون اجرا بشن رو تیکش رو بر میدارید. فقط اینجا یه نکته رو توجه بکنید که بعضی از این سرویس هایی که اینجا دارن اجرا میشن برای سخت افزار درایورتون هستن. به خاطر همین اینا رو باید دقت بکنید. مثلا میتونید این رو بردارید، این برای مثلا حالا VPN من هستش، برای آنتی ویروس من هستش، حالا بذارم باشه البته بهتره. خب من اینو میام برمیدارم، عرض کنم که HP لیزر جت رو میام برمیدارم. بعد حالا باید نگاه بکنید دیگه، ببینید که کدوم به دردتون نمیخوره و اینجا کلید اپلای و اوکی رو بزنید. درسته؟ اینجا ازتون میخواد سیستم رو ریست بکنید. حالا من ریست نمی کنم دیگه تا سیستم بیاد بالا و اینا، ولی خب شما ریست بکنید که سیستم مجددا بیاد بالا. خب مورد سومی که میشه بهش اشاره کرد، ببین شما میاید توی قسمت سرچ میزنید دیسک کلین آپ. همون دیسک رو بزنید براتون اینجا میاره.
خب ببینید هر چقدر ظرفیت فضای ذخیره سازیتون آزادتر باشه برای ویندوز بهتره و روانتر کار میکنه. خب اینجا خب اینا من پیشنهادم اینه که همه رو تیکشو بزنید. خب چون فایل های به درد نخورن، سرویس های به درد نخورن. و اینجا شما گزینه کلین آپ رو میزنید. خب شما رو وارد یه صفحه دیگه ای میکنه و اینجا من اوکی میکنم و دیلیت فایل، همه فایل ها دیلیت میشه و منتظر میمونم که تمام فایلامو در واقع دیلیت کنه. راهکار بعدی که میخوام بهتون بگم یک پارچه سازی هارد دیسک هستش. خب برای این کار چی کار میکنید؟ میایید اینجا سرچ میکنید دفرگ رو که بزنید براتون میاره defragment and optimize drive. اینو میزنید شما. خب وارد یه همچین صفحه ای میشه. خب که میگه که هارد رو یک پارچه سازی کنم یا نه. خب این صفحه بیشتر برای هاردهای HHD است، ولی اگه هاردتون SSD هستش هم پیشنهاد من این هستش که مشکلی نداره، یه بار بذارید اپتیمایز بشه، یک پارچه سازی بشه و میبینید که اینجا درصدش داره میره بالا و میتونید حالا درایوهای بعدیتون هم همین کار رو انجام بدید روش که یک پارچه سازی بشه. و اینکه این باعث میشه که نفس سیستمتون باز شه دیگه، نفس ویندوز باز شه و خوب کار کنه. و اینکه خب این راهکارا حتما بچه‌ها به دردتون میخوره، اینا رو اجرا بکنید، ویدیو رو کامل نگاه بکنید، تک تک بیایید راهکارا رو اجرا بکنید و سرعت سیستمتون رو ارتقا بدید. امیدوارم که این ویدیو هم به دردتون خورده باشه و بتونید استفاده بکنید. اگر تونستید ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستید که اونا هم بتونن سرعت سیستمشون رو درست کنن و بتونن استفاده بهینه تری از فضای ویندوز بکنن. خب بچه ها اگه سوالی چیزی یا میخواید که آموزشی براتون دوباره بسازم تو این زمینه حتما توی کامنت ها بگید. تا ویدیوهای آینده، خدا نگهدار. دوستان اگه حس میکنید تو یادگیری زبان انگلیسی گیر کردید یا میخواید از صفر شروع کنید ولی نمیدونید از کجا، من یه پیشنهاد براتون دارم. به جای وقت تلف کردن یه مسیر اصولی رو انتخاب کنید. بچه ها دوره هیولای زبان انگلیسی از پروان آکادمی دقیقاً همون چیزی که شما نیاز دارید رو برطرف کرده. یعنی یه آموزش کامل از 0 تا 100 با کیفیت استدیویی، اساتید خیلی خوب. بچه من خودم کیفیت کارشون رو دیدم، مطمئنم براتون مفیده. که هزینه کمتری هم پرداخت کنید یه کد تخفیف ویژه براتون گرفتم، آدرسشو میذارم تو توضیحات. همین الان برید توضیحات رو نگاه کنید و کد رو بردارید و قدم اولتون رو برای یادگیری شروع کنید. موفق